دستگیری میکنم گفت بعد بودن که محرری که کنیم حسن محمدی بود سه شناسات همون وقتا سر محرر شدم با اونجا افسوجنی شد استوپیان بودن و بودن ازای ریتکالیگه گفتن که باید دکتر سر محرر شد من همونجا سر محرر انتخاب کردم ژورنال شفا اولین ژورنالی زمانی تاجیکی ما تأسیس کرده بود من رسوله گرفتم قربان 5 توم فرهنگ طبی تاجیکی نویسندگی محمد جانشین اونقدر جانشینی سر محرر بود اونقدر تیپیش نیست سرده عینی یک تا خطا باشد جنجال میکردن اویلی کشون 5 تا کم دادن 5 تا تیپ بودن ما همونا بسیار چیز یاد گرفتیم بعدم میگم من شاگرد سرده عینی طلب میکنم قانون همون چیز عربی بیاد خواهد ژورنال برام ولی جانکان نبود ما بردیم سمرقند آدمای آمونه کردیم دیگه تشکیل کردیم همین ژورنال اساس ما وزارت تندرستی 10 سال خودم سرمحرر بودم وزارت تندرستی رو دادم اینا کمتر بردن آز همین گازت شفا کردیم گازت براسونی چون که بی فرهنگ سرانو ما میموریم اما چی میمونه کتاب میمونه هر روی کتاب میکنن که الان فلان جا فلان آدم فلان چه نویسنده است برای همین ما همین اتفاق نویسنده بین المللی و طبیبان رو تأسیس دادیم که همه هر یک کس یک تلچوک میشده یا چی نویسه ترجمه میشه منش رحمخل شریف هم از 35 کتاب نویسنده همین کتاب من پیشنهاد کردم که گرید نویسید من ما بختیار کتی یک تا هر دو ما نویسندیم یعنی کتاب من کتاب تیلوی ما بکنیم یک کمتر کتاب جنجالی شد برای اینکه مسئله فینانسی نباشد تمامی سرداری ریسپوبلیک در همونجا اعضا شده برو آردیم افسوزنی کردیم مثلا همین ناحیه عینی گلنظر هست جوربیک هست همه ما که رئیس ناحیه اجازت گرفتیم که کیه قرار پیشنهاد اوقلف پیشنهاد کردم چندین سال کار کرد خدمت کرد این جوی وش نه که من همین اینا دو کس نظم میدونن جوری ما همه رفته هر یک آدم صورتچه گرفتگی در همه کتاب داخل کردگی از 3000 تا 5000 تا 10000 20000 هم پول گرفتگی نه برده گفتگی آدم ها اینا نظم میدونن یک کشاک شد ما گفتیم که سود بتیم و آدم سود میکنن همین پولای جمعکاری گرفته کلینی برده خونه خرید همه حالا شما آدم میگن این که ژورنالیست این که دکتر این که فلان که آدمای وجدانش نبود دیگه بسیار وجدان باید پول کتی خریدن نمیشد اگر وجدانتون تازه باشد از کجا نباشد شما صحت سلامت برونید دروغ گفتید فریب کردید سرانو فریب روز باید میشد برای همین آدم ها آدمی که رزقش وای میکنه